رحمت ویژگی برجسته زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود، حتی در برابر دشمنانش. روزی غورث ابن الحارث تصمیم گرفت جانی پیامبر را بگیرد. در همان لحظه پیامبر زیر درختی در حال غیلوله یعنی خوابی نیم روز بود و مردم نیز در همان حال بودند. ناگهان بیدار شد، دید مردی با شمشیری برهنه بالای سرش استاده است. او با غرور گفت: چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ پیامبر با آرامش و اطمینان پاسخ داد: خدا. در همان لحظه شمشیر از دستش افتاد. پیامبر شمشیر را برگرفت و فرمود: حال چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ مرد درمانده گفت: نیکوترین گیرنده باش. و پیامبر با بزرگواری و رحمت او را بخشید و آزاد کرد. پس نزد قوم خود بازگشت و گفت: من از نزد بهترین مردم به سوی شما آمدم.